مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید و اگر هم سابسکرایب نکردید و عضو کانال پشت پرده نشدید ایتو بهتون بگم که 50% از راه بهشت هنوز نرفتید، چرا که این افشاگری ها شما رو به امام و انقلاب اسلام نزدیکتر میکنه. به خاطر همین قبل از اینکه راجع به ماجرای جدایی گلزار و این صحبت ها و این چهره صحبت بکنم یه لطفی بکنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و حتما از محصولات گرنار استفاده کنید که همچین ازدواجایی نره تو پاچتون. یه 2-3 دقیقه کارهای اداری رو با این انجام بدید کلا هر نوع ازدواج چیزی از توتون در میاد. حالا بگذاریم تشکر میکنم از اسپانسر برنامه. یعنی ماجرای جدایی گلزار همچین بالا گرفته، حالا جلوتر به شما توضیح خواهم داد. در یه بگونید جو بگم کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب. اگرم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید که بتونید به لحظه ویدیوها رو ببینید، چون یکی از مزایاش این هستش که سوال کمتر از من میپرسید، به خاطر اینکه من خیلی از موضوعات رو قبلا راجبش صحبت کردم و چون شما متوجه نشدید که ما راجب اون موضوع صحبت کردیم، چون زنگوله رو نزده بودید و چون نوتیفیکیشن براتون نیومده بود، طبیعتا از اون موضوع جا موندید و ما دوباره وقتی میخوایم اون موضوع رو بگیم یه عده شاکی میشن و میگن آقا تکرار مکرر چرا داریم میکنیم. ما به خدا به خاطر فیدبک هایی که میگیریم مجبوریم که موضوعات رو چند بار تکرار بکنیم. اما ماجرای جدایی گلزار آیسان گویا بالا گرفته و اختلافات شدیدی هم رخ داده. این اختلافات درست از روز مراسم عقد گلزار هم نمایان بود و قبلا هم گفتم انگار مثلا به زور گلزار این ازدواج رفته تو پاچه‌اش یا مثلا میخواسته به یکی دیگه ثابت بکنه که آره من اگه بخوام میتونم زن بگیرم. حالا از این نوع کارهایی که انجام میدن و بعد از اون هم با رفتارهای عجیب و غریبی که توی مراسم عقد و عروسی داشت دیگه ثابت شد که این آدم چجوری میتونه با رفتارهای آنورمال و عقده‌ای‌گونه رفتار بکنه. اما یه عده میگن که بابا یکی مثل گلزار مگه میشه 1376 تا سکه بزنه؟ یکی مثل گلزار مگه میشه طلاق بگیره؟ عزیز من، از دید من 90% سلبریتی های ایران با فاضلابای مجازی و شاخهای مجازی هیچ فرقی ندارن. خواهشاً 2 تا از تفاوت‌های فاضلابای مجازی با سلبریتی ها رو لطفاً برای من این زیر بنویسید. تازه از دید من اون شاخهای مجازی، حالا یه مقداری میخوایم اینا لول بدیم، اون شاخهای مجازی یا همون فاضلابای مجازی 2 لول از این سلبریتی ها بالاترن. چرا؟ عرض میکنم خدمت. جفتشون به خاطر دیده شدن دست به هر کاری میزنن. سلبریتی ها نه همشون، 90%شون، ما 10% هم آدم هایی داریم که واقعا هنر سلبریتی بودن رو تو خونشون داشتن و استعدادش رو داشتن، رفتن درس خوندن، رفتن خاک تئاتر رو خوردن، رفتن خاک اصطلاحاً سینما رو خوردن و خلاصه حسابی زحمت کشیدن. اما یه عده دیگه هم داریم که نه، آدمایی هستن که زیر خواب این تهیه کننده اون تهیه کننده اینو اون. پس نتیجه میگیریم اگر یه شاخ و فاضلاب مجازی دست به چالش میزنه، نمیدونم اینو لخ میکنه اونو لخ میکنه فلان کار انجام میده، سلبریتی هم همین کارو میکنن، برای گرفتن نقش دست به هر کاری میزنن. پس این شباهت 1 به 1 برابره. مورد دوم، شاخهای مجازی برای دیده شدن دست به تولید حاشیه میزنن، نمیدونم دعوا میکنن، نمیدونم دعوای سوری میکنن، ازدواج، نوع بلاگریش میشه بچه دار شدن، نشون دادن مراسم های عقد و عروسی و از این دست کارها
تولید حاشیه برای دیده شدن و دقیقا همین اتفاق هم بین سلبریتی ها میفته. برای دیده شدن دست به حاشیه میزنن. پس این شباهت هم یک به یک برابره. مورد سوم، بازیگرها اون 90% هیچ استعدادی ندارن. تازه یه متن بهشون میدن، میگن برو اینو بخون. بعد وقتی میری بازیاشون رو نگاه میکنی انقدر مصنوعی و در با داغونه، دقیقاً مثل همون فیلم هایی که شاخه‌های مجازی یه سری از این فاضلابای مجازی توی سوشال مدیا تو پیجای خودشون تولید میکنن. از اون طرف تازه دم اون فاضلابا و شاخه‌های مجازی هم که از جیب خودشون، حالا یه مقدارشون هم از دزدی جیب ملت، حالا اون دمشق هم برای دزدی نیست، از اون جیب خودشونه، هزینه میکنن و اصطلاحاً میان و تولید محتوا میکنن. اینا که دیگه چتر تهیه کننده و چتر کارگردان و ایکس و وای و زد هم برای تولید محتوا کردن. این که دیگه بر کسی پوشیده نیست. پس این که میاد یکی مثل گلزار میخواد طلاق بگیری، یکی مثل گلزار کیان؟ الان شما به من بگید که در طول 3 سال گذشته آقای گلزار شغلش چی بوده؟ شاخ مجازی محتوا تولید میکنه، فاضلاب مجازی نمیدونم حاشیه های مجازی تولید میکنه. ایشون مجموع استوریاش صبح باشگاه، شب باشگاه. چه کار مثبت دیگه ای کرده در طول این 3 سال گذشته؟ لطف کنید این زیر برای من مشخص بکنید. پس نشون میده که گلزار شاخ مجازی بیش نیست. این قضیه پروندهش رو ببندید، با این گلزار و این گلنار بذارید کنار. بعد این ازش. اما ماجرا از مراسم عقد گلزار بالا گرفت و تا جایی که این وقتی تصاویر رو نگاه میکنیم مثلا انگار گلزار دلش به این مراسم نبود. نگاه کنید، من حالا یه سری فکت ها اون روز آورده بودم و حالا دوباره میارم. اینجا این تصویری بودش که خودشون لو داده بودن. ببینید سکیوریتی که داره نگاه به دوربین میکنه و قشنگ نشون میده که برای دیده شدن تولید حاشیه میکنن، عین شاخه‌های مجازی. بعدش هم شمایی که نگران این بودی که حاشیه برات ایجاد نشه، عاقد برمی‌داشتی می‌بردی خونت. این از این قضیه. بعد اگر نگاه بکنید حتی یه ثانیه هم گلزار هم یه نیم نگاهی میکنه اینور. بعد از اون جالب‌تر، والا ما تا جایی که میدونیم تو شهر ما و تو جای مختلف اینطوریه که وقتی شما میرید مراسم عقد و اون زن گرامی و همسر گرامیتون عقد میکنید، یعنی به کل آرزوهاتون رسیدید و تونستید دل اون دختر رو به دست بیارید و دل خانواده اون دختر رو به دست بیارید که بتونید جواب بله رو بگیرید. تو پاچتون چیزی رو نکردن. و تا جایی که من میدونم اگر عروس خانم عقب بشینه، آقا داماد اگر پشت فرمون نباشم میشینه عقب. اینجا گلزار آیسان رو میکنه تو صندلی عقب، میگه بروشین، خودش هم میشینه جلو. این نشانه از نشون دادن یک عقده یا قدرت نماییه. نگاه بکنید اینجا آیسان رو میشونه عقب، خودش هم اگه نگاه کنید اینجا شیشه رو میده بالا و خود گلزار جلو نشسته. بغل اینها گلزار خودش جلو نشسته. من نمیفهم یعنی چی. اگر این نشان دهنده این نیستش که این مراسم عروسیه یا برای قدرت نمایی یا برای اینکه بخواد به یه عده ثابت بکنه که من میتونم زن بگیرم یا چیز دیگه، یا احتمالاً حامله شدن آیسان نیست، پس چیه؟ نکنید نشست جلو، زنش هم نشست عقب، انگار مثلا خدنگش عقب نشسته. این به نظر من اینو بی احترامی هم به خانوما هست. و نکته دوم، موقعی که این عاقد داره این مراسم رو اجرا میکنه، عقد آریایی اگه اشتباه نکنم، و میگه چپ و راست و این ور و اون ور، اینجا قبل از خوندن این خطبه دعوا و درگیری عجیب غریبی توی مراسم گلزار اتفاق افتاده بوده و اون چیزی که من شنیده بودم 2-3 تا از دوستای صمیمی گلزار هم گویا توی مراسم عروسی شرکت نکردن، اصلا کلا نبودن توی مراسم عقد عروسیش، از سر اینکه گلزار بسیار آدم بد اخلاق و گند اخلاقیه و کاراکتر و شخصیت‌های خودش رو داره. معسلش رو گلزار، جالب بدونید که رفت ترکیه و یه تصویر فریم هم که قرون شدن خانومش نشون نداد. این ویدیوها رو من میذارم این گوشه باشه. این ویدیوها رو هم که اسپانسر براش درست کرده و به غیر از اون اسپانسر اصلی که کل از اینا رو داده، گلزار یک قرون از جیب مبارکش خرج نکرده. چون یه میگن که مگه گلزار اسکل امروز ازدواج کنه فردا طلاق بگیره؟ نه عزیزم، مال مفت گیرش اومده.
اسپانسرهای عزیز باق و ماق و تالا همه رو دادن. این آقا یه سنت هم از برای مراسم عروسیش خرج نکرده. رفته لاکچری ترین عروسی هم گرفته. خودش نگرفته، براش گرفتن. این از این قضیه. گلزار مراسم مثلا موثرش میره ترکیه. موثر که دیگه چه عرض بکنه، هجله مجلانه که دیگه تعطیل دیگه، اینا 4 5 سال با همن. میره ترکیه، برمیگرده ایران، سالن ساره بیات رو افتتاح میکنه. اونجا بی‌حجابی و اتفاق میفته، جدا میشن و اصطلاحاً میگم جدا میشن، سالن رو میبندن و این اتفاقات و اختلافات بالا میگیره. بعد میره دبی، نشون به اون نشون که چند روز پیش گلزار با آیسان دعواش میشه. آیسان میره پیش دوستاش و دیگه طبیعی هم است دیگه، آیسانه به آرزوش رسیده بوده که همون ازدواج بود و اون پوشیدن لباس سفید و به حال کراشش بوده دیگه، کراش 70% دخترها. و از اون طرف هم گلزار این چند روز گذشته دیگه در تاپ توجه ها بود. بعد یهو توجه ها میریزه و دیگه آنچنان کسی به گلزار توجه نمیکنه، چون یهو یه سرچ عجیب و یه فالوور عجیب و یه ویو عجیب. و بعد از اون الان گلزار هم شما فکر کردید چی اگه بخواد جدا بشه یه بهانه سوسکی میاره و باز هم تولید حاشیه میکنه که بخواد بیننده بیشتری بگیره. بعد یه عده میگن که حالا شاید نمیدونم بچه دار نشده باشه، حامله نشده باشه. شما صبر بکنید، زمان بگذره، به همه جواباتون میرسید. و حداقل در طول این چند سال گذشته در رسانه پشت پرده ما بی فکت و بی سند هیچ صحبتی رو نکرده بودیم، ولی در طول این چند روز گذشته رفقای صمیمی گلزار حسابی از دست گلزار هم عصبانی بودن با توجه به رفتاری که گلزار با آیسان داشته توی دبی و چند روزی رو حالا با یه چند تا استوری سوسیس تخم مرغ و آووکادو تخم مرغ نخواسته رد بکنه، اما حالا خبرش بهتون خواهد رسید. و یه چند تا عکس هم من دیدم توی استوریاش گلزار گذاشته بود، توی استوریاش هم بود تو همین 24 ساعت گذشته. من همین الان هم میتونم سرچ بکنم ببینم هست که حالا ارتباطم برقرار نیست با اینستاگرامم، نمیتونم استوریا رو ببینم، من لاگین کنم. ولی خب عکساش همه بدون حلقه ازدواجه. من نمیدونم شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که حلقه ازدواج نندازی اگه یکی رو دوست داری. حداقل دیگه کفیش اینه یکی دومو بعد از مراسم عروسی دیگه اون حلقه رو میندازی. شما که قربونش برم وضع مالی توپ برنامه و قبل چیده بودی دیگه، لازم نبوده حلقه گشاد بگیری یا تنگ بگیری. این قشنگ اسپانسر محترم زحمت کشیدن زحمت کشیده و وظیفه خرید حلقه رو هم بر عهده گرفته. این حلقه ننداختن هم خودش داستانیه. بله، در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.